وضو گفتنی نماز است. بله برادری، از نماز شکر وضو نماز گفتنی هست. در حدیث های جناب پیغمبر، در سنت های پیغمبر صلی الله علیه وسلم این ثابت شده است. در روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم به سوی حضرت بلال گفتند که ای بلال، آیا تو چی عملی خوبی داری که من در شب معراج در جنت وقتی که یعنی سیر میکردم صدای پاپوشی های تو را پیش خودم شنیدم. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه یا رسول الله گفتند و من تن یک عادت دارم وقتی طهارت کنم بعد از طهارت کردن تن 2 رکعت نماز شکر میخونم. یعنی که این عملش درجه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه را در جنت چنین بلند کرده. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما من احد یتوضأ فیحسن الوضوء و یصلی رکعتین خب یقبل بقلبه و وجهه علیهما الا وجبت له الجنه. هر انسانی که طهارت خوب میکنه بعد از طهارت کردنش به حضور دل 2 رکعت نماز میخونه، این شخصیت خداوند براش یعنی که جنت لازم میگرده. این شخصیت خداوند اهل جنت میگرده. یعنی که این چی هست درباره شخصیت هایی که چو میکنن شکر وضو میکنن. البته نماز شکر وضو از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم ثابت شده است.